تلسکوپ هابل جنون به پا کرد. اونچه از دل تاریکی خلأ بیرون میاد ذهن شما رو تسخیر میکنه. بیایید بریم به تماشای دومین تصویر بزرگی که تاکنون توسط هابل منتشر شده. در فاصله 3 میلیون سال نوری از زمین، هابل چیزی رصد کرد که ذهن هر متفکری رو به خودش مشغول میکنه. رصدی که 665 میلیون پیکسل خیره کننده از کهکشان مثلث رو به نمه. برای ساخت این تصویر 54 عکس مجزا ترکیب شدن و ترسناکتر اون که در این تصویر شما در حال تماشای 40 میلیارد ستاره هستید. آخرین دیتاها از جهان هستی چیزی بهت‌آور رو فاش کرد. به ازای هر ستاره در جهان قابل مشاهده 2 سیاره وجود داره. این یعنی فقط در کهکشان مثلث حدود 80 میلیارد سیاره وجود داره که روی هر کدوم ممکنه حیات وجود داشته باشه. با این حال گروهی فکر میکنن ما تنها نظاره‌گر جهان هستیم و جهان هستی برای ما خلق شده. خطاب به مغروران عالم، در جهانی که مرزش مشخص نیست ادعای یگانگی کردن نشانه نادانی است.